مگرم جیگرم مدام خدای مردم به جنگ دعوا باشیم نمیفهم چی رقم شکر کنم جیگر جو خالی کمی تجربه دیگه سلام علیکم منده نباشیم برادرم سلامت باشین لالا برادر جان ببخشیم یک دقیقه میشه بیاییم برادرم بله منده نباشیم برادر سلامت باشین چند ساله این برادر چرا برادر خیریته بله یا ما گفتم شما متسراغ نداره یک جای بره که کسی ما رو بر نکنه از سر جا ما منم اینجا بگفتیم تختی بیت بشیشنیم مرتکه بیامده که ما چون اینجا شما دوزدیم خود دوزدیم جا خوبی درک نداریم بسته میدیم ما جا خوبی برادرم هر جا میریم بریم راحت بشینیم زن بچه داریم کی؟ شما کجا مایم بریم؟ با مای چی جو؟ مای اصل با مای اسلام با مای اسلام بریم برادرم این جگاه خارج کشور مردم خارجا که میرم با مای اصل شما مایم بریم شما کجا هستی؟ ما قلعه بالا قلعه بالا بریم به قلعه بالا دیگه به مای اصل بریم برادر شما کجا کلون شدین؟ ما با پشت خونی مرغا خو میگم روی جونی نداری برادرم برو بسته روی جونی تو نانه تو نداری زده خور بفهمه بچه تو اثر خوب لکنم تا همیجو میزنم نه امیر بگو خوال این جگاه ماه اصل به گجای خود خورم مسخره نکنید دیگه خود چه کار کنی ما پول نداره که با دیگه جا بری من میگم با ما قبرستونی قبرستون مادر تو پیار تو برو مادر و پیار تو برو خواب بکلی کپو مفنز خیلی کپ زدن خور نمیفهمه جیگر تو خود زن ما چرا جنجال میکنی بیاغلی ازم تو سگو چی میگه تو بیاغلی مادر تو پیار تو بیاغلیه برو شلیته مادر بیا جیگرمه بیا جیگر جو بیا خود ازی خود نگی جیگرمه بریم جیگرمه بریم یا ایفاده بیا جیگرمه دنبال سیل تو نگاه کده با ماه اصل میری با تو چه؟ سخت تو بگیره ترمز چای هم داریم ما خود خود اگر نامد و نام من نمی بود امین آتش به جان من نمی بود امین آتش به جان من نمی بود یکی بمی ده خوشحاله کجی جان مونده نباشی خیری عاطف خیری جان تو جوره چی گپویه دم غنی با خدا چی خبرویه واقعیت امسال زمینان سرسبز کردی کجی این دیگه به دنیا پیدا نمیکنی نگاه کو کل دنیا وردش که با این که اوی اما اوان فرق داره این او کاسته این چای که تو نکندی کجی واقعیت او معدنی داره آنه من چا کندم بیا بریم سیکو همین ته اوی داره واقعیت بیترین اوی سیکو بفرمایید امر خدمتی بود کجی جان بله بیا مادون گفتم اگر همی خر شما فارغه امروز هم می خر با کار دارم خرم پیار ما بردم به سر زمینا ما به ولنگا دور کی میارم؟ شند ماشون بیایم خر ما سی چکا یک کم گندمای دارم گفتم اینا رو ببرم به سیاه فرقونی پیدا کنیم براره می یک خر ما رو به می غله عزیزی تو به تا غله دیگه می اشته برو برای عزیزی دوستانو نگردین گردنم بند باشه امالی به چگاکی میتی تیر شو به چگاکی بیاغلی پیرنتومون درنگیش خوب خودی نوزباد خودی میشد امیتی بیا ما پیش مگفت اغلالا گفتیم و یک جا سرسبزی یک جای باشه مثل کنار ساحلی یک جای خوبی برابری بلد نی گفتون چری لالا خیریته گفت اگه چی ما و نوزباد ما بدر شدیم ما این بریم با موهای حسن حتی کمی نگو بلا گو زدم به دیر خنده هم بخندیدم گفتون لالا مردم خارج میرم با موهای حسن از این کشور به او کشور با خاک به کله گندی تو ما هم از این غله میریم به او غله به موهای حسن گفتون برارم تو کجا هستی گفتن ما قلیب درخت سوخته گفتم پس برو به من جگاه تو به درد زدی جامعه نمیخوری زنی هم رنگ خودی همیت بیعقل مچلی بود با ما و نوزباد ما میریم با مای عسل گفتم بریم ایستادم بیعقلی بوده این مای عسل با تا زمینا میایه این کجی جان من میگم دوزی بوده دوزی نبود برو بیعقلی بود گفتم اشتن لالا که تو تمام همی شهر ایراتی بکشتی می بری به تا زمینا با مای عسل لالا شابوله نگاه عقل کمال همی هم بخوره
البته برا رمی بودی تا دیرو خر سرچپه سوار بشود حال بابا من موتوری داره سلام علیک نمیکنه. بریم ما حالا من خر به کار دارم کجی جو نداریم خر پیار ما ببرد با اولنگاز سوینا دور ما. یعنی کجی تا وقتی هم شده که آدم از تو پیار تو خیر ببینه. وقتی هم شده شما برای چیزی به در خونیم و نه تا برای ده جفتش لما به قلب بیامونیم. های دیگه کجی نه دیگه همیتم سایداری شده. یه دم خر بدی، یه دم فرغون بدی، بیل بدی، کندی گردونی بدی، دشلمه بدی، مچون چی بدی؟ همسایه داری ما باز که کار شد دیگه. همسایه داری و سرجا هیچ چی نداریم. بریم ما دین اومد خری اون خوب باشه به سرا. شاید باشه بریم. یار کجی یک روز تام احتیاج خواهی با میای به پیش می. یا نمی‌دونم از اوزیشنون نمیخوره. بمرد مال مفت میگرده. 24 ساعتی بیامد به در سلام و برای یک چیزی بیامد. بفرمان شما. نه دیگه شما اول چای بخورین. پیاله حیات ما برای من گفتم شما به کیسه خو میکنید. سعی کنین این جگرم دشمن بزن دم خوشی. سعی کنین جیگر شما به شما چی میگم کاش که میت جای خونی ما بدیم تا سرسبز. سکشت جا خوبه. جای برابره. اینجا هم سکو چند فرغون خوشات خیلی کردم. بگین اینجا نه من دیگه گفتم بخورین. واقعیت اشته جا خوبیه. تلفن خور نوردین؟ کی؟ شما یا ما گفتم یک زنگ به خوار خوب بزنم بگم که ما بیشتر جای آماده. کوبی از شوی همیتا سخت اینه که به سالار به در نمیکنه اصلا. ما شماره 7 دارم دیگه. بله خوبه خیری. سلام علیکم. سلام خوار با تو زنگ میزنم. خیریته؟ بله برا بفرمان چای بخوریم برا. زنده باشین. بفرمایید برا اینجا خیریته. ما بیامدیم با مای اسلب. چی؟ با مای چی؟ مای اصل جیگر مای جان. اسلم. دیودی تو لالا تو گیچی تو. مای اصل. بله به اینجی. بله کجا بریم؟ چرا برار به ما خنده میکنی؟ اصلا برا شما کدو غریه هستیم بخشش باشه. ما شرقل بالاتر. شرقل بالاتر؟ به چی کینیم شما لالا؟ به چی اصلا جسکله؟ این دختر دین اومد گدیون. این نزبات منه زل منه نیه؟ دیگه جیگرمه. شما برا رو سر زمین ها مردم اینجا با مای اصل چیزا انتیکی. چه کار میشه برار اینجا؟ زدقل چیزی نبشی برا. تو زدقل مادر بیار. خوشی شما نه. تو با استقون خب پاک هستی. من به استقون خوشی رقمون. شما برار بیامدیم اینجا ما زنم چی ما اینجا شیشته شما بیامدیم اینجا اختلاط میکنیم میگن دو زدقل ما که دو نفر دیده که خود وقتی برار وقتی فقط باجی من اینجا وقتی برو عروی تخت ما وقتی تخت ما زمین منه ملک منه ملکتون تو نخوردی. برو همشیره وقتی برو چی برو همشیره بخصر که ما پیاله چای خور بخوری. اینجا فقط تفریجای ما به تو لیاز ما با مای اصل بدرسنیم کجا بریم دیگه؟ وقتی کاکا وقتی جمع که خور وقتی هیچ جا نمیریم همینجا شیشته ایم. وقتی میشه دوست دقیقه چیزی بشه سوال داریم پوم داریم. کی با فامیلی به دوستی آمده؟ ما اگه دوستی میکنیم چای نمیاریم. دوستی میکنه هیچی چوب که جگرم قبل نزد تو چوب که نامرم نه چرا میگه شما دوستی ما نکده؟ خوار جو مادر جو وقتی برارم خوارم وقتی بریم مار بیغم بگذاریم وقتی برار جو برارتونه همین دیما نه چی میشناسونو؟ اگه این پیاله چای به دست میدی به رو عزیز میزنو خوار منه مشکل نداره خوار منه مادر منه گپ پینیه همه این مردم همه خوار مادر ما و شمانه وقتی برارم وقتی ما برو همینجا هستیم تا چای خوب بخوریم خلاصه گپ بگو برار بعد اینجا سمیوری مادر گویم اینجا اون گو بس خر گو ما خرم اینجا پومپا ما سولرا ما برارم واسکتا ما خودی گوشیا پرته و لالا وقتی برو تا پیاله نوبت ما بید باشه زن من پیاله چای بخونه میریم ما برو اگه ساگه براتون از این سرا نوردم اون ایتنیه مگر 5 قلم عقل خوبرتر به جیکاکو با تو به خوبی میگم برو چرا بود دیگرم این مردمی تا کارایی چی مردمی نداره کاکا خال شما ایت چیزا انتیکی ما طالب عمر ندیدم بله ترمز سنگینه و دست تو باشه جگر من بیخی تو آره نخی تو چی رقم مردم بی خیری بدیم شما بیخی تو خیردار
چی بفهم تو از کجایی چه کاره کی نیست؟ من خونه پیشون سراخو برو صحیحه تو با پیاره نمی کسی خوگی جگرمه بردارین دیگه شما میاکی کسی خوگی پیارمه به تو میگم پیارمه وقتی تو نمیفهمی قلورجاو که دیام امیت گدوات شده بزن خو میگم پیارمه ارزوی ما رو به گب نمیگذاری برو تخت خود فحش هم جمع کنیم که شما جگرمون بره خوب دلالا که تو سرک رای ندیشتینی که مردم میگیشتندی اصلا راه و سرک اون اینجگاه برو خوارم بدرد تا سرک برو جالو که جمع کردیم مساد خود با هم زده منیم دیگه برو جمع کنیم برادم این منطقه من کجا برو نه مگه جگر ما به دست تو باشه من کاکو من جگرم پیاله به کسی خوب سکو جگر اگه کرایه ما به خاطر کرایه ما بعد 20 روپیه بدیم من کرایه بدم مال تو بیستی بدیم ندیم سه چرخه بگیریم بریم تا پارکا شهر بشینیم بریم جمع کنیم برو بنده حواله به تو 20 بده میگی تا شما میجه بشینیم برو مخاله خرج یک ماه تو مال به کیسی من کاکو برو جمع کن فس اکولاتو معلومه برو جمع کن بله اکولاتو معلومه کلی ارتو سکو سر قیافی ارتو سکو چیزا انتیکی بیان در اینجا بشیش تا بروی تخت که فقط میگی اینجا اوتاله چای بخورم به نوبت به مای اصل آمدم همین تو چیزا بعضا پیدا میشه به دوزی میای من چی بفهم تو کینی از کجایی مگر بگم به می حق همسایه همینایی که پلو شیری کن بگم بزینا بگم متوجه باشیم من نیم صبح میگه و گسپند اینجا بسته گردن وا میکنه میره از کی بپرسی چه کار شد دیگه مو گساله بخریدیم حتی گنج از این مرتکه خودم چیکار میکردم نمیستونم من ماستون بستون دیدم اون مرتکه هر دم خیال یک دم میگه به 45 یک دم با میگه به 48 من گفتم کاکا برو برات کار کن بعد دیدم شما برفتیم بالا سر گساله دیگه من چیزی نگفتم تو چی خاطر به گنجا بدی؟ من به خوشی خود دو تا گوسپند استم گفت زنگ داد خوشی بیچاره طول ریکا گفت برو یک دو تا گوسپند ما بست یک دو ماه بلندیا بمونده مینار مکن نمیتونم هم نمیرسم گفت اگه مینار جمع هم با ما بکن ایران ما رو چکار کنم نه علاقه دارم نه چه حالا اگه بگی میگه دومات مثلا گفت دو تا گوسپند جمع کردن رسیم همون روز همین امرو با ساعت چون و با ساعت سولارا برفتم میبینم بروی تختم اینجا یک دختره که به حساب باده که نامزاددار عروسی کرده بودم دختره که یک بچگاه که میبینم شیشته هم اینجا شما چه کار میکنه؟ ما با مای عسل آمادیم به کجا؟ با سر سولارا ما با مای عسل آمادیم اشته با مای عسل به اینجا والله ما 4 قلب اینترم بیامونیم اینجا با مای عسل منتها سرکلی از یو بچگاه و دختره با خصوص هم بچگاه معلوم میشد که دیونه مجاز هم زنشو بدم دیونه مجاز بدم سر اینا با مای اصل وانه میشد به می فکرم که اگر همی تو آدم ها و شیار هم بیای به هم دوزی به تعمیده ما و شما نمیفهمیم ما گفتم ما و شما پلو شیری کیم حداقل گاهی وقتا شما به سر میسوله را خونه منیم منم شما نیم فکر ما باشه گوی گسپندی بری و سرها داریم فکر ما و شما باشه به می کار و به می چیز ما بعض آدم ها همی سوی استفاده گرم با بونی ازی میه ببینه کسی نیه یا پمپ یا لوله یا سولاره دیگه هرچی به دست نبیا واسکتا ما و شما اینجا پرته به سرزمین ها ما خب چرا مدام ما رو خبر کردی دلو واقف باشیم شما از این سر سولارا ما از خود شو نیمی به دری میاییم ما بدون که ما واقفم تام که اگه اینجا واقف باشه ما واقف هستم من ایران بموندم چی منتها آدم ها سادی بودم از اینا گله نبود ماه اصل کسی بده من گفتم ماه اصل مرتکه به مسافرت میره و هنمی هم مسافرت دیگه من عده خوبی آمدم به اینجا یعنی نامون پرسون نکردی نه نمیشناختم من بچه غلب بود از کجا بود بچه 4 غلب اینتره من نمیشناختم من تا حالا ندیدی بدم همیتی چی تیار باشیم ما دیگه بخیر باش سلام سر سولارا میری میرم سر تو فکر تو بالا سولارا ما خوب باش دلجان وقتی من میرم به خونه دیگه خوب باش